چندانی فلفلا. آفرین. فلفلای خراب. کار بله. اینا مثلا باید بارا خراب شی بگیریم که بار درست بده. آفرین. بار بده. بله. کار از ما باید مثلا دوتا بپیچانیم که چپه نشه. آفرین. آره. کار از ما چندانه. کار با چندان چرم زمانی که بچینیم فلفلا باید 80% رنگ داشته باشه. آفرین. قرمز باشه. قرمز باشه. آفرین. از 80% پایینتر نمیشه. نمیشه بچین. دمت گرم. آره. بعد اشکال و آفرین. بار خراب نداشته باشه. داداش هر بوته 3-4 تا داشته باشه بار درست باید داشته آفرین. باشه. داداش رنگی که قرمز است میخوای بچینی او رنگ برای این پیدا میتونی او بوتره؟ او رنگ قرمز اینا. رنگ زده یک ذره. الان او چندنیه. امروز چندم. آفرین. امروز چندم اینا بعد یک چند روز بمونه بچینیم. انشالله. 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 این در کارا اونا چندنیه. اونا جلو پاشیم نه؟ اینا امروز چندیم. اینا رنگ زده. آها. یک ذره رنگ زده اینا برو تا 80% چون. آفرین. آره. 80 اینا الان مثلا 50%. آفرین. اینا اینا باید خب قرمز شه. خوب قرمز شه. آفرین. شفاف. بعد شفاف اینا باید مثلا کامل یک 2 تا 3 تا بار خوب همیشه بیشتر نداشته باشه. آفرین. ما هفته اون وقت آمدیم همینقدر بود. اینا را سترایش نمیشکنید نه؟ آره اینا یک ذره میگیریم که نره. زیاد زود نره بالا. انشالله چند ماه دیگه انشالله قصد دارید انشالله با امید خدا با این کار کنید. دیگه انشالله تا برجای 3 و 4. آفرین. اگه بیشتر برا 4 اگه نره 3. 4 یا 3 انشالله در کار از ما کمک تو مییم خب. انشالله. در موقعی که کد زیر بکشی. با امید خدا خب. آره ما شماره تو دیگه دارم. آره. آره با امید خدا میایم اینجا داداش کمک میکنم دیگه چی همینجا هم میگیرم میخوام. آره. کمک میخوای نه؟ آره دیگه ما شب روز اینجایی دیگه. صبح که میاییم مثلا تا صبح که میایی ساعت 5-6 میایی ساعت مثلا 7 خانه موری. بعد شب هم پس برگشت می ساعت 9 پس اینجا می سر میزنی. آفرین. ساعت 9 شب. اون موقع مردم میخوابه شما با سر میزنی. پس سر میزنی اینجا بعد بیم پس برگشت کنیم نگاه کنیم که چیه پس تنظیم کنیم برو خانه. آفرین. اتاق هم اینجا که بودی خیلی خوب بود نه؟ اتاق مثلا نمیشه خانه یعنی خانه بعد آره. آره دیگه. آره دست در نکنه داداشی که دوست داری که انشالله یک پول گیر بیاری انشالله زحمت بکشی انشالله برگردی افغانستان نه؟ انشالله. عاشق افغانستان هستی نه رفتن؟ آفرین. دست در نکنه انشالله. هر که عاشق مادر باشه انشالله مادر میکشه طرف. هیچ مادری از فرزند سیر نیسته. آره ما و شما فرزندای افغانستانه. وطن ما همون جای آسایش ما همون جای راحتی ما همون جای عزت ما همون جای. اینجا که آمدیم به خاطر مجبوریه. آره چیکار کنیم مجبوریم کار کنیم زحمت بکشیم. آره چاره نیست نه. دست در نکنه. سم هم میزنید روز در هفته ای؟ مثلا آره دیگه هر سمی اینا خود سمی داره. مثلا بار بشه سم داره تقریبا بگیره بوته از خود سم داره. بعد هر کس خود تجربه داره. در هفته چند بار آب میدید؟ در هفته مثلا الان مثلا 4 روز 5 روزه. 4 روز 5 روز. آره 4-5 روز. یک دفعه آب میدید. آره ساعت 20 دقیقه 25 نیم ساعت بیشتر آب نمیذارید نه؟ آفرین. در هفته 3-4 روز بعد یک دفعه آب میدید. بعد سم هم در هفته یک دفعه 2 دفعه میذارید نه؟ هفته نه سم مثلا 2 روز پاس میزنیم 1 روز پاس میزنیم. سم شهر کیاسکو اقسام داره. بعد بعد شما مثلا یک چیزی سامای داره شما دود منیم چیزی. آفرین. از او چیزایی که میخواید دود کنید اونا چی اسمشه؟ اونا مثلا دیکلوروس دیازونیون. آفرین. اونا مریضی ها رو دفع میکنه نه؟ اونا مثلا پشه و مثلا مگساست نه. دفعه جلوی اومدم خیلی پشه سفید داشت. نه اصلا نداره پشه سفید. آفرین نداشت نداره نه؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر پاکه. پشه سفید چند سال مثلا الان 3-4 برچ دم من ندیدم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. اگر پشه سفید داشته باشه گلا رو میتکنه نه؟ پشه سفید اصلا نه این کار نباید داشته باشه. آفرین.
دشمنی چیه؟ دشمنی مسئوله. دشمن زیاد داره، مثلا پیشتر دشمن ازی پشی سفید. درسته. پشی سفید در کده چیز کده ایرو اذیت میکنه. بعد این قارچ مارچ هم خدای نخواسته میگیره آره؟ قارچ میزنه. آها قارچ ریشه یا دیگه نه قارچ بلگ ها. میزنه، هر چیز خود چیز داره. قارچ مثلا بلگ میزنه، سفتک از بلگ میزنه، بعد دیگه هم چی داره، مثلا بار هم خراب میشه. درسته. بعد بار مثلا اگه تو آواز نمیشد بار کوچیک سیفت میدم مثلا. درست. رنگ میزنه خرابه دیگه. درست. آره دیگه. داداش به نظر تو سال دیگه من میخوام کشاورزی بگیرم. داداش به نظر ما فلفل بگیریم یا بانجان؟ این بازار سال برای بازار مثلا چیز باشد بهتره. مثلا فلفل کارش تمیزتره. آفرین. نسبت به هر چی کارش میتونی به لباسی خانه بیایی بهش کار کنی. اگر چیز نباشد لباسی بادنجون نه، بادنجون مثلا باید لباس از خانه بیایی گرز داره مثلا چیز داره، اما هر چی مثلا از خود بازار. بله. دست در نکنه داداش. خدا خیر بده. خدا انشالله ما و شما را انشالله در وطن ما انشالله سرفراز پولدار برگردونه. خدا کشور ما آباد بشه انشالله، از مهاجرت نجات بده. آقا دست در نکنه. خیلی ممنون. ماشاءالله آقای برادر عزیزمون طرف صحبت کرد که در بابت کشاورزی یا کشاورزی اینا، کشاورزی آقا محمد عزیز. ماشاءالله. تو چی کارگر هم داری نه؟ خب آره بگو بیا. بگو بیا. جلا ماشاءالله. چیو گازا خمانم چیز که دارم کشان کم چولا گرم دیگه درست دیگه کار نداره. نه تا صدای چند دایم ترکی آوایم تا صدای 12 بله. بعد تو مثلا یک ذره گرفتر مثلا آبشاه ماش چولا گریم مثلا رو بریم رقم زیاد کرد واپس نمیزنم زیاد کرد یا خدا من بگم خوبی تو ما او خرابات ما جا دنیازی چیزی میگه که کابرو برنامه فهمیدی؟ جو گرفته از ما هم تو تحقیقات کرده که دیگه همونی هم دیگه کفای مسیحات رو باره فهمیدی؟ ما کدر ما نیتا که مهندسی شده بیاد دمت گرم. خیلیش ها آش اینم گل. این فلفل کوچولو.
قرمز شد.